هنوزم از پاور بانک داری برای شارژ کردن فقط استفاده میکنی؟ باورم نمیشه. با پاور بانک برات آوردم خوراک دعواه. فقط تو دعوا یارو چیزی گفت سریع تو کیف در بزن تو سر یارو. البته این کارو نکنید، اون پیشنهاد نیست. برای فندق شکستن هم میتونی استفاده بکنی. 30000 هم دارم ها، ولی 50000 وزنش بیشتره برای فندق شکستن دوستان. 20000 هم آوردم مدل سامسونگ خوراک. یه موقع میخوای صندلی تراز میتونی بذاری زیر وزن تنظیم کنی. تو مسافرت هم 10 تاشو که بذاری راحت تو سرت بذاری بخوابی. چوسی امان از این چوسی‌ها. اگر گوشید نوکیا 201 هستش هیچ اشکالی نداره، میتونی بریم پاور بانک رو بگیری. فقط کلاس داری پاور بانک هم شارژر وایرلسه. هنوزم داری از هولدر استفاده میکنی؟ بابا هولدر چیه؟ نه به هولدر. پاور بانک بیوا آوردن 22.5 وات، هیچ ربطی هم نداشت، نمیدونم چرا، ولی میتونی اینجوری بذاری به عنوان پایه نگاه، هولدر به عنوان هولدر استفاده بکنی. دیگه چی میخوای از خدا؟ این فیلمم ترسناک پیشنهاد کنم نگاه نکن. قیمت‌ها و مدلاش هم تو کپشن برات گذاشتم. همین الان ثبت سفارش کن تا دستت نرفته. ما عمده فروشیم، بارمون رو زمین نمیمونه.